خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین و خیر و درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون جیولوژی در صنف دهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون جیولوژی میخوانیم و از همین طریق میتونیم با موضوعات جدید در علم جیولوژی هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمین ما در درس قبلی در مورد شدت، درجه، مکانیزم و همین قسم امواج زلزله صحبت کردیم. فهمیدیم که بعضی از زلزله ها شدت بسیار کمی دارند که توسط انسان ها قابلیت اندازه‌گیری و یا توسط انسان ها احساس نمیشن، بلکه توسط وسایل حساسی مثل سایزمومتر یا سایزموگراف قابلیت اندازه‌گیری را دارند. بعضی از زلزله ها هم به حدی شدید هست که ممکن است سبب خسارات جانی و مالی زیاد شود، سبب ایجاد درز ها و چاک ها حتی میتونه در روی سطح زمین شود. در مورد دسته‌بندی ها خواندیم که دانشمندان زلزله را به 10 یا 12 گروه دسته‌بندی کردند و هر گروه توسط بال اندازه‌گیری میشد. در مورد دانشمندانشان خواندیم، فهمیدیم. در مورد امواج هم یاد گرفتیم که در کل امواج زلزله به دو دسته اساسی تقسیم میشه: امواج سطحی و امواج عمقی یا امواج داخلی و امواج خارجی. امواج داخلی به دو دسته تقسیم میشه، باز به دو دسته تقسیم میشه: امواج اولی یا پرایمری ویوز و امواج ثانوی سکندری ویوز. اس ویوز و تی و پی ویوز هم نشان دهنده امواج ابتدایی و ثانوی هست که در دسته‌بندی امواج داخلی وجود داره. امواج سطحی یا خارجی هم به دو دسته تقسیم میشه: امواج ریلی و هم امواج لاو که از همدیگه تفاوت‌هایی هم دارند. قسمی که سرعت امواج لاو از ریلی بیشتر هست. در کل تخریباتی که در روی سطح زمین از اثر زلزله صورت میگیره یا ایجاد میشه از اثر امواج سطحی ایجاد میشه، چون دامنه اهتزازش بزرگتر هست. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. امروز در مورد حوادث محیط طبیعی صحبت می‌کنیم. این که در محیط طبیعی کدام حوادث طبیعی رخ میده عنوان درس امروز ما را تشکیل میده. پس میتونم بگویم که عنوان درس امروز ما حوادث محیط طبیعی هست، از جمله سیلاب ها، و این درس ما شامل صفحه 104 و 105 کتاب جیولوژی تان هست. و شکل کلی هدف ما در درس امروزی است که با حوادث محیط طبیعی آشنا شویم، انواع و اقسام حوادث محیط طبیعی را بشناسیم و همین قسم به همراه سیلاب ها آشنا شویم که چه نوع حادثه هست و چگونه ایجاد میشه. پس لطفاً قلم و کتابچه‌تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. به شکل کلی انسان در همین محیطی که زندگی میکنه، یعنی در روی کره زمین، حوادث طبیعی مختلفی را میتونه تجربه کنه. حوادث طبیعی مثل سیلاب ها، مثل زلزله، مثل طوفان های بسیار شدید، لغزش های کوهی، فرونشست های زمین، فعالیت آتش فشان ها و انواع و اقسام طبیعی دیگه هم وجود داره که انسان ممکن است در طول زندگیش در روی کره زمین تجربه کنه. حتی اگر انسان در روی کره زمین وجود نداشته باشه و یا سالیان قبل، زمانی که انسان در روی کره زمین وجود نداشت، کره زمین هنوز هم به کار خود ادامه میداد. یا اگر انسان دیگه در روی کره زمین وجود نداشته باشه، کره زمین به فعالیت‌های خود، به فعالیت‌های طبیعی خود ادامه میده. بدون شک که بدون موجودیت انسان ها هم زلزله صورت میگیره، بدون موجودیت انسان ها سیلاب، فعالیت‌های آتش فشانی، همین قسم فرونشست زمین، لغزش کوه‌ها ممکن است که ایجاد شود. چون شما با تمام پروسه‌های جیولوژیکی که ممکن است حوادث مختلف ایجاد کنه آشنا هستید، میفهمید که آبهای جاری، آبهای زیرزمینی کدام پروسه های تخریبی را میتونن ایجاد کنن، کدام فعالیت های جیولوژیکی را انجام داده میتونن. در مورد زلزله به شکل مفصل میفهمین. در مورد سیلاب بخیر در درس امروز یاد میگیرین. در مورد آتش فشان ها میفهمین که چه زمانی فعال میشن، چرا فعال میشن و اگر فعال شون سبب کدام حوادث میشه. پس اگر انسان در روی کره زمین وجود نداشته باشه، زمین باز هم به کار خود ادامه میده و تمام حوادث طبیعی که با موجودیت انسان در روی کره زمین به وقوع میپیونده، بدون موجودیت انسان هم بدون شک که در روی کره زمین ایجاد میشه و واقع میشه.
اما انسان ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم در رخداد و یا در رویداد و یا در ایجاد بعضی از این حوادث نقش داره. به طور مثال نقش واضح انسان ها را اگر براتون بگویم قطع کردن درختان می باشه. زمانی که درختان را انسان ها در نقاط مختلفی از کره زمین و در جنگل ها قطع میکنن، همین قطع شدن درخت ها باعث ایجاد بعضی از حوادث طبیعی میشه. مثلا اگر سیلاب ایجاد شود، سرعت سیلاب که توسط درخت ها قابلیت کنترل را داره و یا کنترل میشه، اگر انسان ها درختان را از قسمت های مختلف قطع کنه، همین قطع کردن درختان باعث میشه که سرعت سیلاب ها بیشتر شود و تخریباتی را که سیلاب ممکن است انجام بده بیشتر باشه. و همین قسم انسان به شکل غیر مستقیم هم در ایجاد فعالیت‌های طبیعی نقش داره. مثلا زمانی که از نفت، از زغال سنگ، از چوب استفاده میکنه، به شکل غیر طبیعی به کره زمین ضررهایی را وارد میکنه و یا به کره زمین ضرر میرسونه و در اثر همین حوادث هست که ممکن است حوادث طبیعی مختلفی در روی کره زمین ایجاد شود و یا حتی اگر بدون این موضوعات هم ایجاد میشد، مقدار، شدت و تخریباتش را بیشتر بسازد. پس در این قسمت درس فهمیدیم که حوادث طبیعی در روی کره زمین ایجاد میشه، بدون موجودیت انسان هم در روی کره زمین ایجاد میشه و زمین به کار خود ادامه میده. اما انسان ها هستند که به شکل مستقیم و غیر مستقیم سبب افزایش خسارات، سبب افزایش تخریبات تمام حوادث طبیعی میشه. مثال هایش را براتون گفتم که به شکل مستقیم و غیر مستقیم انسان ها چگونه باعث افزایش تخریبات و خسارات حوادث طبیعی در روی کره زمین میشن. اگر یک مثال رو براتون در این قسمت ذکر کنم، در شروع سال 2000 میلادی یک سرمای بسیار شدید و طاقت فرسا و همین قسم طوفان‌های فوق‌العاده شدید در قسمت‌های غربی اروپا، بخصوص در کشور فرانسه، یعنی قسمت‌های غربی اروپا و کشور فرانسه را متاثر ساخت و تأثیری که این طوفان‌ها گذاشت ای بود که اکثریت درختانی که در جنگل‌ها در خود کشور فرانسه و اکثریت درختانی که در پارک‌ها در شهر پاریس وجود داشت را به کلی از ریشه بیرون کشید. اکثریت این درختای قدیمی و کهنه و درختای پیر بود. بیشتر از نیمی از درختای قدیمی، کهنه و پیری که در جنگل ها در کشور فرانسه و همین قسم در پارک ها در شهر پاریس فرانسه وجود داشت، طوفان شدیدی که واقع شد کاملا از ریشه بیرون ساخت و سبب تخریب تمام درختان شد. به همین شکل سرمایه بسیار شدید و طاقت فرسایی که ایجاد شده بود سبب کشته شدن تعداد زیادی از افراد از اثر همین سرمایه شدید و هوای سرد شدید شد و باعث از بین رفتن تعداد زیادی از افراد در قسمت‌های غربی اروپا بخصوص در کشور فرانسه شد. تو این قسمت درس فهمیدیم که انسان‌ها هم روی ایجاد حوادث طبیعی میتونن به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم تاثیرات خود را داشته باشند. بیاین با یکی از حوادث طبیعی آشنا شویم. یکی از حوادث طبیعی که در کشور ما هم بسیار زیاد رخ میده. هر ساله متاسفانه ما شاهد رخداد این حادثه هستیم. این حادثه عبارت از سیلاب ها است. با وجود آمدن سیلاب ها کدام شرایط را داره باید با هم دیگه بفهمیم. زمانی سیلاب ایجاد میشه که کانال دریا نتونه طغیان آب را تحمل کنه. زمانی که طغیان آب به اندازه زیاد شود که کانال دریا، همون بستر دریا و یا یک بحر و یا حتی یک اقیانوس نتونه که مقدار آب را تحمل کنه، سیلاب ایجاد میشه. حالا چه زمانی میرسه که مقدار آب به اندازه زیاد میشه که آب طغیان کنه و مقدارش بیشتر از تحمل کانال دریا شود؟ زمانی که بارندگی های بسیار شدید ایجاد شود، زمانی که برف ها و یخ های یخچالی بسیار زود و یا سریع آب شوند و یا زمانی که یک بند تخریب شود. روز قبلی زمانی که درس زلزله را می‌خواندیم گفتم هرگاه در اثر زلزله بندها هم تخریب شود، در اثر تخریب شدن بندها ممکن است که سیلاب‌ها ایجاد شود. پس یکی از عواملی که
سبب ایجاد سیلاب ها میشه. تخریب بندها، شما میفهمین که در پشت بند یک مقدار بسیار زیاد یا یک حجم بسیار زیادی از آب ذخیره میشه، نگهداری میشه و از بندها به مقاصد مختلف به خاطر تولید انرژی برق هم استفاده میشه. پس باید یک مقدار بسیار زیادی از آب در پشت بند ذخیره باشه و زمانی که بند تخریب شود یک مقدار بسیار زیادی از آب خارج میشه، وارد ظرفیت آب دریا میشه و هرگاه همین ظرفیت از کانال دریا بیشتر شود باعث طغیان آب دریا میشه و در نتیجه باعث میشه که سیلاب ها ایجاد شود. طوفان های بحری یکی دیگه از عواملی هست که سبب ایجاد سیلاب ها میشه. همون قسمی که در درس زلزله ها هم گفتیم، زمانی که در ابحار، اقیانوس ها و دریاها زلزله هم صورت میگیره سبب ایجاد طوفان های بحری میشه و این طوفان های بحری به همراه خود ممکن است که سیلاب ها را هم ایجاد کنه. یکی از حادثاتی که در اثر همین طوفان‌های بحری و زلزله‌هایی که در بحر صورت میگیره واقع میشه سونامی هست. با بخیر در درس بعدی در مورد سونامی میخوانیم. یک حادثه بسیار وحشتناک است، یکی از مخربترین حادثات در روی سطح زمین میباشه که کشورهای مشخص و معینی را ممکن است که تهدید کنه. به شکل کلی زمانی که آب به طرف ساحل نفوذ میکنه، زمانی که مقدار آب از ظرفیت کانال دریاها بیشتر میشه، آب به طرف ساحل نفوذ میکنه، سیلاب ها ایجاد میشه. پس تا این قسمت درس فهمیدیم که یکی از حوادث بسیار مهمی که ممکن است سبب تخریبات بسیار زیاد شود سیلاب ها است و با اینکه سیلاب چگونه ایجاد میشه هم آشنا شدیم. به همین شکل یک موضوعی که باید در این قسمت براتان یادآور شوم این هست که در آب و هوایی که بسیار خشک باشه مقدار سیلاب و ایجاد شدن سیلاب ها بسیار زیاد می باشه. همون قسمی که براتان گفتم، آب و هوای گرم و خشک یکی از عواملی هست که در او سیلاب ها به شکل بسیار شدید ممکن است ایجاد شود. حالا شما شاید بگویید که آب و هوا زمانی که بسیار گرم و خشک باشد چرا باید مقدار سیلاب ها، تخریبات سیلاب ها بیشتر باشد؟ زمانی که از آب و هوای گرم و خشک صحبت میکنیم شما باید بفهمید که تعداد درختان در این مناطق کمتر هست. زمینی که درختای کمتری داشته باشه توانایی مقابله به همراه سیلاب ها را نداره. زمانی که آب دریا زیاد میشه دفعتاً بارندگی صورت میگیره، ظرفیت آب دریا به اندازه زیاد میشه و در زمین های اطرافش به اندازه کافی درختانی وجود نداره که مقابل این آب دریا تحمل داشته باشند و یا جلوگیری از میزان تخریبات آب دریا کنه. در نتیجه در همین مناطق گرم، سوزان، خشک و همین قسم مناطقی که مقدار کافی درختان ندارن تخریبات سیلاب ها بیشتر می باشه. در کل پوشش درختی و پوشش نباتی یکی از عوامل بسیار عمده‌ای هست که از تخریبات درختان جلوگیری میکنه، از تخریبات سیلاب ها جلوگیری میکنه. تخریباتی که سیلاب ها ممکن است در قبال داشته باشه توسط موجودیت درختان و پوشش درختی و پوشش نباتی کاهش پیدا میکنه که در مناطقی که آب و هوایش گرم هست، آب و هوای خشک داره و درختان کمتر داره، تخریبات سیلاب ها بیشتر می باشه. همون قسمی که در ابتدای درس هم براتون گفتم، در بعضی از قسمت ها زمانی که بندهای آب میشکنه یا در اثر شکستگی بندهای آب سیلاب های مختلفی ایجاد میشه. میزان سیلاب ها ممکن است حتی بسیار زیاد باشه. اگر یک مثال را براتون بگویم، به طور مثال در سال 1889 در جانستون پنسیلوانیا یک بند آب شکست. در اثر شکستگی بند آب یک سیلاب بسیار شدیدی واقع شد. از اثر شکستگی یک بند آب در جانستون پنسیلوانیا در سال 1889 یک سیلاب بسیار شدیدی واقع شد که منجر به تلف شدن 2200 نفر شد. شما باید این مسئله را بفهمید که شکسته شدن بندها یا شکستن بندها یک مسئله کوچک نیست. همون قسمی که براتون گفتم، بندهای آب یک مقدار بسیار زیاد آب را در پشت خود ذخیره میکنه که هرگاه بر اثر هر کدام از عوامل این بند بشکنه و یا بر اثر هر کدام از این عوامل در بند شکستگی صورت بگیره، مقدار آبی که پشت بند هست دفعتاً رها میشه و سبب افزایش مقدار آب در کانال‌های دریایی میشه، سبب طغیان آب میشه. کانال دریا توانایی تحمل آب را نمی داشته باشه و در نتیجه سبب ایجاد سیلاب ها میشه که همون قسمی که براتون گفتم در اثر شکسته شدن یک بندی در پنسیلوانیا سبب کشته شدن سیلابی که ایجاد شد سبب کشته شدن بیشتر از 2200 نفر شد و به همین شکل تخریبات مالی بسیار زیادی را هم
ایجاد کرد. شاگردای عزیز، درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. اگر یک جنبندی کلی از درس امروز براتان داشته باشم، باید براتان بگویم که حوادث طبیعی مختلفی در روی کره زمین به وقوع میتونه بپیونده. یعنی حوادث مختلف طبیعی مثل سیلاب ها، زلزله ها، طوفان های شدید، به همین شکل فعالیت های آتش فشانی، فعالیت‌های تخریبی مثل فرونشست زمین، سرازیر شدن یا ریزش یا فرو ریختن کوه‌ها هم از جمله عوامل محیطی مختلفی هستند که جزء عوامل تخریبی یا حوادث تخریبی به شمار میرن و در کل کره زمین با موجودیت انسان‌ها و یا بدون موجودیت انسان‌ها به کار خود ادامه میده و ممکن است این حادثه ها با موجودیت انسان ها افزایش پیدا کنه و یا حتی تخریباتش بیشتر شود، چون انسان ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این تخریبات دخیل هستند. از جمله یکی از تخریباتی که توسط یک حادثه طبیعی میتونه ایجاد شود سیلاب ها است که در موردش گفتیم. سیلاب ها چرا ایجاد میشه، چگونه ایجاد میشه و در مورد شکستگی یک بند هم صحبت کردیم که ممکن است باعث زیان های جانی و مالی بسیار زیاد شود. در درس امروز با شما 2 سوال را به حیث کارخانگی دارم. در سوال اول شما در کتابچه هایتان نوشته میکنید که تخریباتی که حوادث طبیعی ایجاد میکنه بستگی به کدام عوامل انسانی داره. این عوامل را نام میگیرین و به شکل واضح تشریح میکنید. در سوال دوم در مورد سیلاب ها نوشته میکنید که سیلاب ها چی هست، چگونه ایجاد میشه و شکستن بند چگونه سبب ایجاد سیلاب ها میشه. این 2 سوال را در کتابچه هایتان حل کنید. روز بعدی به صنف بیارین، درس ها را هم تکرار کنید. در هر قسمتی که براتان سوالی یا مشکلی ایجاد میشه حتما یادداشتش کنید و روز بعدی از ما بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون جیولوژی داریم، همه شما عزیزا را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.